ای خواهرم تو بشنو که دنیا پاینده نیست. رضا نباشد شوهر، جنت این جای تو نیست. پیغمبر در حدیثش گفت بشنو ای امت، زنی کت شوهر بیقدر، او از اهل اسلام نیست. زین سبب ای خواهرم یک دمی اندیشه کن، زیرا در روز محشر افسوس خوردن فایده نیست. در نزد هر زن و مرد غیبت مکن شوهرت، که این اعمال ناپاک بر ما و تو روا نیست. گوش کن تو پندی امید ای خواهر مؤمنم، در یاد دار که حسنت در تنت پاینده نیست. مکن فراموش تو هیچ روز حساب اعمال، بدنام مکن تو خود را که بر تو زیبنده نیست. زمانه گشته ویران، زن شد پیرو شیطان، افتاد به عشق دنیا، در دل مهر و وفا نیست. این روزها هم بگذرد ای خواهر دار در خاطر، هیچ یک اعمال ناپاک در قبر بی جواب نیست. زر و زیوری دنیا کرد به خود زنها غلام، فکر میکنند که فردا بر این لایق جزا نیست. آگاه باش ای خواهر، هر دمی ماست غنیمت، مکن فراموش الله که آخرش بخیر نیست. ای خواهرم تو بشنو که دنیا پاینده نیست. رضا نباشد شوهر، جنت این جای تو نیست.